کویز روز اول. سوال اولش گفته که خروجی کد زیر چیه. یه لیست داریم 1 2 3، میگه اندیس یکش رو میخواد پرینت بکنه. تو پایتون اندیس ها از صفر شروع میشن، پس اندیس یک من میشه عدد 2. اگر هم اجرا بکنم میبینید که عدد 2 رو بهم خروجی میده. سوال دوم، تابع مقدار پیش‌فرض داره آرگومان نیمش که برابر رشته یوزر هست و اون رو با استفاده از یک آرگومانی به اسم علی میان فراخوانی میکنن. اتفاقی که میفته توی توابع وقتی شما به هر آرگومانی مقدار بدید موقع فراخوانیش، اون آرگومان مقدارش مقدمه بر مقدار پیش‌فرض. یعنی اینجا مقدار علی رو استفاده میکنه به جای اینکه از مقدار پیش‌فرض استفاده کنه. یعنی چیزی که ریترن میکنه میشه رشته هلو به علاوه رشته علی که هلو علی میشه. خروجی من اگه ران هم بکنم دقیقا هلو علی رو به هم خروجی میده. برای سوال سوم اومده یه لیست تعریف کرده به اسم A، مقدارش 1 2 3، یه متغیر جدید گذاشته که مقدارش رو برابر همون A قرار داده. یعنی در واقع آبجکت همونه، رفرنس هایی که بهش هست توی مموری در واقع همونه، چیزی تغییر نمیکنه. پس هر تغییر رو هر کدوم بدم رو اون یکی هم اعمال میشه. یعنی اگر به B یا عددی رو مثل 4 اضافه بکنم، اولا که اپند به انتهای لیست اضافه میکنه، یعنی در واقع میاد آخرام 1 2 3 و 4. چون B تغییر کرده آ هم در واقع به همون اشاره میکنه، پس آ هم همین عدد 1 2 3 4 میشه مقدار خروجیش و به این صورت. سوال چهارم چطوری هستش؟ خروجی این رو در واقع میخواد. این تابع یک دکوریتور هست. دکوریتور وقتی شما استفاده میکنید انگار که یک تابع رو به عنوان ورودی به یک تابع دیگه میدید. یعنی اینجا وقتی تابع سی هلو من با دکوریتوره، حالا مای دکوریتور اینجا تعریف کردم، تابع سی هلو به عنوان ورودی این تابع قرار میگیره. همونطور که این به عنوان آرگومان هم تعریف میشه. دکوریتور باید یه فانکشن رو به عنوان ورودی بگیره و وقتی داخل فانکشن درونیش که حالا توضیحش رو بعدا مفصل‌تر توی ویدیوهایی بهتون میدم که دکوریتورها چیا هستن چی کار میکنن، اتفاقی که میفته این فانکشن داخلی اجرا میشه. یعنی اول بیفور رو مینویسه، بعد خود فانکشن اجرا میشه، فانکشنی که حالا خودش داخلش هلو رو چاپ میکنه و بعد هم افتر. حالا اونجا در واقع یه اند مساوی خالی هم گذاشته که باعث میشه بغل همدیگه چاپ کنه. خروجیش دقیقا میشه بیفور هلو و بعد افتر که اینجا چون اند رو داره که خط فاصله است نمیره خط بعدی، همینجوری پشت سر هم میاد چاپ میکنه. خب بریم برای حل سوال پنجم. یه متغیری تعریف کرده به اسم x، مقدارش رو همچین چیزی گذاشته. این یک جنریتور کامپریهنشن هست. یعنی چی؟ یعنی که خودش میاد مقادیر رو بر اساس اون عبارت و حلقه‌ای که داخلش تعریف میشه دونه دونه بهتون برمیگردونه. یعنی همین مقادیر رو یک جا نداره، یک جنریتور هست. خب عبارت من چیه؟ آی ضرب در آی. خب رنج من چطوری تو حلقه عمل میکنه؟ از استارت تا استاپ رو میده، یعنی خود استارت رو شامل میشه و استاپ رو شامل نمیشه. اینجا چون یک دونه عدد بهش دادم در واقع همون استاپ من هستش و استارت من به صورت پیشفرض میشه عدد صفر. یعنی از صفر شروع میکنه تا 1 و 2، خود 3 رو شامل نمیشه. حالا آی ضرب در آی. جنریتورهای من وقتی یک عضوش رو بخواید دسترسی داشته باشید، حالا جدا از حلقه میتونید با استفاده از تابع نکس هم عضوش رو در هر لحظه دریافت کنید. خب اینجا وقتی این نکس x رو میزنم اولین خروجی من میشه چی؟ صفر ضرب در صفر که خب قاعدتا صفر هستش. وقتی اندش مساوی خط تیره است این نمیره خط بعدی یه همچین چیزی الان صفر میشه، یه خط تیره میذاره. خب بعدی که میام میگیرم عضو بعدی اون جنریتور هست، یعنی عدد یک رو بهم میده رنجش و میشه 1 ضرب در 1 قاعدتا میشه 1. پس خروجی من 0 و 1 هست. این گزینه آخر بکنم دقیقا همین خروجی رو بهم میده.